نورالله تخانوف که با تخلص نورالله رؤوفخان معروف است، ادعاات درباره ترغیبات ضد حکومتی بردن را رد میکند. او آخر سپتامبر به تاشکند برگشت و همان روز دستگیر شد. فکر میکنم که یک خطا بود. محتوای کتاب من مخالفی کانستیتوسیون نیست. هیچ دعوت بر ضد قانون اساسی ندارد. من درباره کمبودی‌های سیاسی گفتم. کوشش کردم نشان بدهم که خطا میکنند. من برای آزادی بیان تلاش کردم، چیزی که در قانون اساسی هست. تخانوف اولین دیگراندیش ازبک است که بعد مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین در سال 2016 به ازبکستان برمیگردد. او 2 سال پیش کتاب با نام امروزها نوشت و سیاست‌های دولت را تنقید کرد. فروش کتاب در کشور ممنوع شد. مؤلف را به ایجاد خطر به امنیت ملی متهم کردند و امر بازداشتش را دادند. روز 1 اکتبر رها شد ولی معلوم نیست که با او چی میکنند. راستی به من فشار نآوردند، زوری و یا تحقیر نکردند. نه در اداره پلیس، نه در زندان و نه بعد رهایی. ادیب بدیان از ترکیه به ازبکستان آمد که رئیس جمهوری نو شوکت میرزیویف از منبر سازمان ملل از هموطنانش در خارج خواست به کشور برگردند. روز سه‌شنبه نورالله رؤوفخان یک مراجعتنامه ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نشر کرد و گفت که 2 تغییر اساسی را در ازبکستان احساس کرده است. اول بیداری اهالی پس از 25 سال و هم گوش دادن حکومت به صدای آنها را.